اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخبار را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز. در 15 دقیقه امروز هفتم اپریل موضوعهای زیرین تقدیمتان می شود. شهیده محمدجان و مادر شیرزاد محمدجانوف با اتهام همکاری با گروه 24 و نهضت اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد. گزارش از خانه مرگ در شهر بوچه که در آنجا افراد ملکی از طرف نیروهای تجاوزگر روسیه به طور وحشیانه کشته شدند. و ساکن ناحیه حصار که 6 سال پیش با کمک افراد خیرخواه صاحب منزل شده بود، حالا برای رهایی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است. 3 ماه بود ما مردم مبخشی ندیده بودم. بعد هم سرستون دیدم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه امروز در یک محاکمه کوتاه مدت حکم شهیده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف را که با نام عبدالرحمن 09 در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند اعلان کرد. شهیده محمدجانوف را روز 3 فوریه امسال دستگیر نموده بودند. همکار ما مولا رجب یوسفی در مرافعه شرکت داشت و نتیجه هایش را از او میشنویم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه امروز 7 اپریل شاهده محمدجانوف و مادر بلاگر شیرزاد و یا عبدالرحمن 09 را به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. خود شاهده محمدجانوف به حکم دادگاه واکنش نکرد. تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت که مضمون حکم برایش فهم است. وکیل دفاع شاهده محمدجانوف میگوید از بالای قرار دادگاه شکایت خواهد برد. در دادگاه شاهده محمدجانوف را به آن گناهکار کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلام طرفداری کرده است. دادستان در دادگاه گفت که شاهده محمدجانوف در شبکه یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن 09 و هم در زیر نوارهای شبکه اصلاح شرح‌های ضد ساختار دولتی تاجیکستان نوشته است. خود شاهده محمدجانوف در دادگاه گفت که سال گذشته برادرش را از کار در یک قسم نظامی آزاد کردند و نزدیکانش گفتند که برادری او به خاطر حرفهای پسرش شیرزاد از کار آزاد کرده شده است. شاهده محمدجانوف همچنین گفت سال گذشته وقت برادرش نتوانست برای فرزندانش لباس مکتبی بخرد و او این حالت را مشاهده کرده از روی احساس این شرح‌ها را نوشته است. با این وضع شاهده محمدجانوف در دادگاه گفت که خود را گناهکار می‌حسابد و از کار کرده‌اش پشیمان است. البته معلوم نیست که او در زیر چه شرایط گناه را به گردن گرفته است. پس از اولین ویدیوی من در شبکه یوتیوب کارمندان уголовной розыски جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما تو را از اروپا به تاجیکستان میبیاریم و ما تو را گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعدهشان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم را داخل زندان کردند. شاهده محمدجانوف روز 3 فوریه امسال به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شد و همانجا او را بازداشت کردند. مقامات دیرتر او اعلان کردند که محمدجانوف به افراطگرایی متهم دانسته می شود، اما نزدیکانش و هم حامیان حقوق میگویند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند، اما مقامات این تنقیدها را رد کردند. شیرزاد محمدجانوف و یا بلاگر عبدالرحمن 09 بارها از عملکرد مقامات تاجیکستان در زمینه ستر و حجاب انتقاد کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. بینندگان عزیز، تفصیلات مربوط به موضوع بازداشت و محاکمه قهرمان ما را میتوانید در برنامه دیگری آزادی و همچنین در وبسایت رادیو آزادی مطالعه کنید. بعد نشر اولین عکس و نوارها از کوچه های پر از جسدهای ساکنان آسایشته در بوچه، جهانیان اعمال نظامیان روس در اوکراین را محکوم کردند. مسکو این اتهام را شدیداً رد نموده عکس‌ها را صحنه‌سازی شده نامید. در همین حال خبرنگاران نستعلیق وریم نیز از این شهر دیدن کرده و چندین مکان‌های دیگری گروه‌های دسته‌جمعی را کشف نمودند. در داخل این بنا قتلگاه یا تهخانه مرگ است. در منطقه‌های از دست روس‌ها آزاد شدن، نظامیان اوکراینی هرچی بیشتر گورهای دسته‌جمعی را آشکار می‌کنند. اینجا بوچه است. در اینجا زمان فراغتگاه تابستانه کودکانه بود، ولی ماه‌های اخیر آن ظاهراً به یک پایگاه نظامیان روس تبدیل یافته است. در اینجا این علامت در شکل حرف لاتینی وی خیلی زیاد دیده می‌شود. آن در ماشین و دیگر تکنیک‌های سربازان روس نوشته شده است. در تهخانه بنا یک گوری دسته‌جمعی دیگر را پیدا کردند.
همه این 5 نفر از سر تیر خوردند. دستان جسدها در پشت بسته شده است. کاسه‌خانه سری برخی از آنها شکسته است. مقامات اوکراین این وحشانیت را جنایت جنگی نامیدند. احتمال در میان این کشته شده ها آدمان خویشاوندان گم شده خود را پیدا کنند. ما البته تمام وحشانیت را نشان نمیدهیم، اما طور پلیس میگوید نشانه های وجود دارند، مثل رنگ موی، پای افزار، لباس که می شود از روی آن جسد را شناسایی کرد. تقریباً 25 کیلومتر دورتر در جنگل 4 جسد دیگر پیدا شد. جسد یک نفر دیگر در چاه پرتافته شده بود. این کشته شده هم در محل نزدیک به دهه ماتیژین آشکار شده است. اینجا جسد رئیس دهه و عائله او خوابیده است. این مرد یکی از پیوندان این خانواده است. آنها مردم آسایشته، مردم بی سلاح را که به کسی خطر ندارند کشته ایستادند. این فاشیسم. آنها میخواهند ما را نابود کنند. گزارش مومن احمدی بود. تفصیلات رویدادهای اخیر اوکراین را میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. برنامه اخبار را بعد یک آگهی ادامه میدهیم. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. ضمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. خانواده زهرا سیف‌الله‌ی از نویه حصار از بالای حکم دادگاه این شهر برای آزادی شوهرش چوپان کیرویه‌ای که با رمه گوسفندهای مردم چند سال پیش ناپدید شده بود به دادگاه عالی شکایت برده است. بعد غیب زدن شوهر، عائله عبارت از 6 فرزند در واگن فرسوده به سر می‌برد تا آن زمانی که گزارش رادیو آزادی سرنوشت آنها را تغییر داد. پس آن شوهر زهرا سیف‌الله و برگشت، ولی دیری نگذشته بازداشت شد. شهلای عبدالله در این باره جزئیات می‌دهد. شوهر این زن 6 سال باز ناپدید بود. شوهر او چوپان کیرویه است که با رمه گوسفندهای مردم گم شد. با گذشت 6 سال نزدیکان شوهر او را پیدا کردند و به عائله برگرداندند. اما او را ماه نوامبر سال گذشته شعبه کارهای داخلی شهر حصار بازداشت نمود و با جرم غارتگری به زندان محکوم کرد. حالا او از بالای حکم دادگاه شهر حصار برای آزادی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است. همون سر سودش آخرام برآمدن این 3 ماه حالا هیچ گپ خبرشون نیست. سودش ما نفهمیدیم. اگر یکم پیش ادوکات گرفتیم، یکم سودش نفهمیدیم. با ادوکات زنگ زد که این رو سر سود برآوردن، گفت آوردگیشان گفت عدل ختون یگان چی گیر بر و من گرفتم بردم که بفتن روزی جمعه است. 3 ماه گویا ما مردم مبخشی ندیده بودم. بعد هم سر سود دیدم. نام این خانواده 6 سال قبل زمانی در سر خط خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با 6 فرزندش در یک واگن کهنه تنها ماند. شوهر زهرا با 80 سرمایه مردم شهر حصار ناپدید شد. بعد گزارش رادیو آزادی این خانواده صاحب منزل زیست گشت. یک منبع از دادگاه شهر حصار در صحبت بدون میکروفون گفت الهام زبیداللهیف با ماده 246 کودکس جنایی یعنی تصرف پول و مالی که طریق کردیت داده شده است عیبدار دانسته شده در آخرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم کرده شد. زهرا میگوید در اول شوهرش در دزدیدن مال مردم عیبدار نشد، ولی صاحبان گوسفندها از دعوای خود دست کشیدند.
همین ساعت یک خدا دروغ نکرد تا بگاه گشتم خونه همش یتش نکی عدل اومد بیان داد دیگراش گفتن ما ای بحر اوای گذاشتیم فرزنداش کلان شده اوای را نگاه کنه ما در کار چی بده دو گوسفند چیه گفتن. او میگوید شوهرش بر اساس شکایت یک ساکن دهه ارتبوز که 2863 سومونی قرض گرفته برنگردانده است مجازات شد. هرچند به گفته زهرا او مبلغ را پرداخت کرد ولی دادگاه صرف نظر کرد. خودش که پول مته عریضه میگیریم گفتم مایلی ما ای بانکی از خط 4000 گرفتم 3000 شوایه دادم که دیگه چی. به گفته زهرا شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندان همدیه ها به سراغ منطقه های سرعلف می رود در سرحد قرقیزستان دستگیر می شود. 2 سال زندانی شده بعد آزاد شدن به وطن برمیگردد اما نه به نزد اویلش. ترسیده بیویه تیرا اون مردک مولا گرفت رفت مثال نیست تو مردک ما زیرا و محکم میکنه مثال مرا اون زن فرزند به قصال چیکو کن ترسیده بیویه با هم خاطر نامده. حالا زهرا و 6 فرزند او که با گذشت 6 سال دوباره صاحب پدر شدند امید دارند که دادگاه عالی حکم عادلانه برآورده پدر آنها را نزدشان برگرداند. در یکی از بازارهای بزرگترین در منطقه با رسیدن ماه رمضان تعداد میزوجان اندکی کم شده است ولی تجارت همچنان رونق دارد. بازار چورسو در توشکند یکی از بازارهای معروف ازبکستان است و همکارم طاهر سفر ما را به رسته‌های این بازار میبرد. اینجا بازار چورسو یکی از بزرگترین بازارها در آسیای مرکزی و در قلب شهر توشکند پایتخت ازبکستان است. روزانه در آن صدها نفر کار و هزاران نفر خرید میکنند. همه انواع خوردنی را در اینجا میتوان یافت. شیر، جرغوت، قیماق، برنج، پنیر از شیر بوز داریم. همه این را از شیر حاصل میکنیم. همه‌اش را در خانه تولید میکنیم. اینش چکه است که خودمان استحصال میکنیم. یک گوشه بزرگ بازار چورسو برای فروشندگان میوه خشک است که در بین سیاحان خریداری زیاد دارد. فروشندگانش هم در تعریف محصولات خویش استادند. مایز من از سمرقندن کلده. این مویز از سمرقند آورده شده است. گموگلوبین را زیاد می کند و برای آدم بسیار فایده دارد. این زردآلو است. این قولینگ را از فرغانه آورده ایم. یگان دارو اضافه نکرده ایم و بسیار شیرین است. خورا اورک دارلنمگان دیده و شیرین. در اینجا مثل بازارهای تاجیکستان سبزیجات را از خانه ها و کشتزارهای خود آورده می فروشند. طبیعی است که در فصل بهار انواع آن زیادتر می شود. ما همه این سبزیجات را خودمون پرورش میکنیم. بروکلی را بیشتر برای سالاد استفاده میبرند. گرمداری دونگانی، کرم سبز و سرخ، قلمفور داریم. همه محصولات ضروری برای لغمان را داریم. سیر غنی از ویتامین، همه چی داریم. رسته مخصوص قروت فروشی نیز در این بازار هست و در آن 10 نوع قروت را می‌یابید که در تاجیکستان هم طلبگاری زیاد دارد. قروت این بازار تا به ترکیه و کشورهای عربی می‌رفته است. مشتری‌های ما از دبی و ترکیه می‌آیند. بسیارشان تلفن‌های مرا می‌گیرند و می‌گویند که از طریق آدمانشان به آنها فرستم. آنها از نوع‌های گوناگون قروت 10 کیلوگرم می‌گیرند. قروت با ریحان، بادام و هر نوع دیگر 10 یا 20 کیلویی می‌خرند. با آنهایی که روزه دارند توصیه می‌دهیم این رسته بازار چورسو در توشکند را تماشا نکنند زیرا ممکن است عذاب کشند. میزبان تاجیکی این بازار پس از باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شده است. سیاحان اساساً برای چشیدن تمام خوراک‌ها می‌آیند. بسیار نمی‌خرند. آنها درباره خوراک در جای می‌شنوند و زود می‌آیند و از هر یکی کم کم می‌چشند. همیشه خرسند می‌روند. بینندگان عزیز، دقایقی که در اختیار داشتیم انجام یافت. امیدواریم فردا دیگر باره در برنامه‌های رادیو آزادی ما را همراهی خواهید کرد. تا آن دم میتوانید با خبر و گزارشات در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب آشنا شوید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.